بچه میخواستم بگم که چرا امروز شما رو جمع کردیم اینجا. دیروز که من رد میشدم برای بازی دستار ثابات دیدم واقعا این صحرای قشنگ تمام کاغذهایی که ریخته شده به تمام خارا چسبیده و همه رو پر کرد. فکر کردم اگر واقعا همه ما همکاری کنیم، جمع کنیم، در یه مدت کمی میتونیم شهرمون رو تمیز نگه داریم. و فکر کردم که بگم از بچهای پیشاهنگ و جوانان شیر خورشید سرخ امروز صبح بیاییم و این کار رو بکنیم. من فکر میکنم که اگر هر کدوم ما سعی کنیم خودمون و خونمون و کوچه‌مون و محلمون و شهرمون رو تمیز نگه داریم، چقدر کمک میکنه به سلامت همه شهر و چقدر کمک میکنه به زیبایی تمام مملکت.